Yoşmanın dibisi var. Bir aynı fazla sarılandı. Eda. Vəziyyət xarabdır, bazar yoxdur. Sən bu saatda dükanlar bağlanardı, qalardı 12 yarıman kimi. Bəli. دوستمون میگه تا ساعت 12 میموندیم عید ولی امسال وضعیت خرابه. اینم اعتراف کرد که وضعیت خرابه، وضعیت بحرانیه. همه مغازه بیشترشون بسته. خب مسافر کم اومده. حالا بازار ما که اینقدر معروفه این همه مسافر کم اومده. حالا شهرهای دیگه چطوری خدا میدونه. این وضعیت رو نگاه کن، خلوت. بریم جلوتر انشالله که درست بشه. سلام. یه سوال حاجی، وضعیت این 2-3 روز خوبه کار کاسبیه یا همچنان بحرانی به خاطر گرانی؟ 2-3 روز بد نیست. نسبت به اسفند نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش چطوره؟ ضعیفه؟ منظورم همین بود. یعنی خیلی ضعیفه. درآمد خیلی پایین تره. کرایه ها رفته بالا، بعد فروش اومده پایین. همش هم به خاطر افزایش دلار و تورمی که هر روز داره میره بالا. مغازه ها زود بستن. من یادمه اصلا مغازه تا ساعت 12 شب به خاطر مسافر که زیاد می اومد. جنس هم خیلی ارزون بود. بارون که چی بگم، بارون ماه رمضان هم افتاد. الان هم که اول عید شب قدر هم هست. حالا خلوت دیگه، کار کاسبی خوابیده. وضعیت قرمز و همچنان بحرانیه. ممنونم که تو کلیپ هم شرکت کردی. ممنون، مرسی. خب دوستان دیدین گفت خدا رو شکر ولی ضعیفه نسبت به سالهای گذشته. ببینید این ساعت اصلا بازار مغازه رو نمیبستن. نگاه کن دارن میبندن، نصفشون بستن، ایشون هم داره میبنده. یعنی وضعیت واقعا بحرانیه. اینم وضعیت اقتصادی معیشتی کشورمون. انشالله که خدا بخیر کنه، انشالله که درست بشه. با افزایش دلار و با رفتن تورم که هر روز میره بالا وضعیت مردم هم خرابتر میشه. واقعا زندگی الان سخت شده. دوستان لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستان که از خارج از کشور دارن کلیپای بنده رو از یوتیوب دنبال میکنن عضو کانالم بشین، دکمه مشترک شدن بزنین. اینجا هم دارن میبندن. اصلا من دارم تعجب میکنم چرا میبندن این ساعت. واقعا وضع افتضاح خرابه و بحرانیه. خب دوستای گلم، از این که کلیپای بنده رو از یوتیوب همیشه دنبال میکنین تقدیر و تشکر میکنم از همگی. دوستان اگه همیشه میخواین از اوضاع کشورمون ایران با خبر بشین، دکمه مشترک شدن، سابسکرایب، فالو بکنین، لایک هم بزنین تا همیشه کلیپای بنده رو ببینین. ممنونم، مرسی که هستین. ممنون.